مقامات قضایی ایتالیا خواهان استرداد شما هستند و میگن چند تن توسط شما یا تحت تاثیر شما از اروپا به داعش در سوریه پیوستند. هیچ صحت نداره. هیچ ارتباطی با من نداشت. چند بار اینجا به اتهام تروریسم بازداشت شده اید؟ 4 یا 5 بار. هر بار 3-4 ماه بازداشت شدم. بعد به دادگاه میرفتم. قانون و قاضی من رو تبرئه میکردن. اتهامات زیادی علیه شما و حزب شما انصار اسلام مطرحه. برای غربی‌ها شما سازمانی تروریستی بودید. آمریکا به شما حمله کرد. قبل از اشغال عراق ما تو لیست تروریسم نبودیم. این اتهاماتی که علیه شما در اینجا مطرحه، اگه شما در نروژ نبودی، احتمالاً در زندان گوانتانامای آمریکا می بودی. در اینجا حقوق انسانی شما رعایت میشه. بهت خونه دادن و حمایت مالی میشی. چرا اینقدر از این کشور انتقاد میکنی؟ آیا شما به نروژ دعوت شدی؟ باش. سیری که اشتیک که من بی‌وفام برام. ببین این چیزی نیست که بگیم من ناشکری میکنم. در این کشور به من احترام گذاشتند. حقوق پناهندگی به من دادن. وقتی اومدم امنیت جسمی و امنیت روانی داشتم. اینجا آمدم خودم رو باختم، گم شدم. این حقوق رو هم از دست دادم. من 15 ساله که نه حق کار دارم نه حق صحبت کردن. البته اینجوری به زور حرف میزنم. برای هر حرفی به دادگاه کشیده میشم که چرا حرف زدم. زندانی که برای من صادر شد به خاطر موضع من نسبت به سوزاندن قرآن بود. قاضی به من گفت آخرین حرف من درباره این موضوع چیه؟ به مطبوعات هم گوش نده. گفتم اولین و آخرین حرفم به عنوان یک روحانی مسلمان اینه. اینها مرتدند، کافرند و کشتن اونها مجازه. حتی اگه در خانه ملکه شما باشه. این حرف روحانیه و حاضرم مجازاتش رو هم تحمل کنم. عقوباشم هر چی تحمل یک.